مؤلف از امام احمد ابن حنبل، چون امام احمد این نصرت دهنده سنت رسول صلی الله علیه و سلم است و سخنان امام احمد ابن حنبل این چیزها را در بر میگیرد، یعنی ایمان آوردن و تصدیق کردن به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است درباره احادیث صفات او سبحانه و تعالی، بدون اضافه کردن و نقص کردن. نه در صفات الله اضافه میکنیم چیزی رو، نه از صفات الله چیزی رو نقص میکنیم، کم میکنیم، و نه در حدش و نه در غایتش. و دیگری از سخنان امام احمد ابن حنبل فایدهش رو شیخ میفرماید که و این که نه کیفیت و نه معنا، یعنی این صفات ها رو کیفیتش رو ذکر نمی کنیم چون کیفیت آنها ممتنع است، بر ما بیان نیست، چگونه ای که با دلیل گفته های بالا در بالا ذکر کردیم، دلیل های در بالا ذکر کردیم. و مراد این است که صفات الله سبحانه و تعالی کیفیت نداشته باشد. باز در اینجا گفتیم که صفات الله سبحانه و تعالی رو کیفیتش رو ذکر نمی کنیم. به خاطر چیز؟ چون الله کیفیت این رو ذکر نکرده است، از خود بیان نکرده است، ما چگونه آن رو ذکر نماییم؟ برای همین در این نقطه میفرماید که و مراد از این که صفات الله سبحانه و تعالی کیفیت نداشته باشد نیست، بلکه صفات الله کیفیت دارند، زیرا صفات الله سبحانه و تعالی در حقیقت ثابت شده هستند. پس چیزی که ثابت شده است حتما باید کیفیتی هم داشته باشد، اما کیفیت صفات الله سبحانه و تعالی بر ما معلوم نیست، همین نیست، بر ما معلوم نیست. و گفته او که هیچ معنای، یعنی برای آن معنای مقرر نمیکنیم اگر برخلاف معنای ظاهری آن باشد، چنانکه اهل تعویل انجام میدهند، برخلاف معنای ظاهری صفات الله سبحانه و تعالی سخن میکنند و این کار نمودن معنای درست آن هم این چیز درست نیست، چونکه اهل تعویل مینمایند. به خاطر آنکه این ثابت است، به خاطر آنکه سخن او سبحانه و تعالی دلالت میکند و ما باشد هیچ یکی از سخنان الله سبحانه و تعالی را انکار نمیکنیم، یعنی آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی خود را بر آن وصف کرده است اقرار می‌نماییم، وصف میکنیم و هیچ یکی از آن صفات‌هایی که الله بر خود وصف کرده است از او سبحانه و تعالی این وصف را دور نمیکنیم.